عزیزان من، بجای همین که ما شما متاثر میشیم از اغیار و از تبلیغات، ما شما مقابله آنها کنیم. همین جهاد است. آنها میگن که ما شما را کجرو کنن، مثل 20 سال سابقه. اونها میگن که اولاد و نوزاده اطفال و 20 ساله جوان و 10 ساله کدام اطفال باشند، اونا در منکرات مصروف کنن آنها را، و جوانان را در قماربازی مصروف کنن و شراب نوشی مصروف کنن و خواهرای ما شما و مادرای ما شما را تشویق کنن به بی‌حجابی و بی‌ستری از طریق رسانه های خارجی، حتی پولا تقسیم میکنن. خب ما شما هوشیار باشیم و مقابل کفار که شما سنگرها را فتح کردیم. امروز مسئولین امارت اسلامی خصوصا و همه ملت عموما سخترین امتحان و ابتلا ما شما گرفتار است. اگر ما شما خدا نخواسته امروز مرگ مردن خو معلوم نیست، از دنیا رحلت کنیم، از ما شما خداوند کریم پرسید سر شما ما رحم و فضل و کرم خداوندی به اساس ایمان و تقوا و کشور، شما درباره نظام اسلامی من چی کردین در دنیا؟ پاسخ ما شما چی خواهد شد؟ والله العظیم عزیزان من، شما بزرگان هستین، به همین جواب و پاسخ ما شما نجات نخواهد شدیم که ما میگیم این کار ملا هستن و این کار وزارت امر بالمعروف بود. امر بالمعروف نهی عن المنکر سر هر عالم حق باشه و هر علما فرض عین است. علما تشریف دارد من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال علیه الصلاة والسلام. کسایی که منکر را بالمشاهده میبینن، سر هر مسلمان فرض است جلوگیری منکرات را کنه و قوت. همین فرمودای نبی کریم علیه السلام مبارک است. و علما و خطیبان و شیوخ از طریق محراب و منبر جلوگیری منکرات را کنه، از جامعه از بین ببرند.